یک خمپاره در مناقشه شب 27 و 28 ینور امسال منزل طاهر مرزایف را ویران کرد. خانه این ساکن چارکو با همه چیز و چاره‌اش به کام آتش رفت. اهل خانه سرسانند. 27 ینور باز این جانب همین یک 3 روز تمام آدم اومد. امضا کنی باید است. 1000 تا جواب امضا کنه. بعد از 3 روز شدیم 8 سر میکنیم. بعد نوروز سر میکنیم. بعد 8 سر میکنیم. 8 ماه سر میکنیم. من تو همین درجه یگان انسان احوالمو نمیپرسه. پارنه همین 28 اپریل مناقشه شد که من همینجا زدگی بود. دیدم اینجا کلیندم همینجا نبود. ذرهش دریده کسلی نر و قلب گرفته شدگی. حالا تبابت با پیش شوش به اسیر کردم و آزم من می عمدگی بلدگی جاش نگی عمدش نه. من این کامل رفته میشم. روز با عمده همینجا میبینم. در پی مناقشه شب 27 و 28 ینور زیاده از 50 خانه و مؤسسه های اجتماعی در جماعت های چارکوه و سرخ آسیب دیدند. اکثر آنها احوال همین خانه را دارند. منزل فرهاد بابایف را 3 ماه پیش در جریان درگیری ها آتش زدند. معلوم نیست که خانه را کی آتش زده است. بابایف این را کاری دست همسایه های قرقزش می داند. همین شب 27 ینور ما همیجان من این پدر مادر همیجان بودن زن بچه کاش همه همیجان بودیم. شاید این 15 کم 6 می 10 کم 6 بود که همه خیلی یک دنگره شده سن غربت همه از طرف قرقزا سرشه. سونی ما اونجا تلفن کنن که اینجا خاله کنیتون همتون پایین بفرستیتون. هم تا عدل بریم که با اینجا قرقزا برامساس ما روز رفتیم همین پیشی اما که عبد رضا خانه ششتیم. سونی تا روز انی وینده بدیم دکتر خاننده قطعی بابا خانه این دو تا سردت و حکتی تا روزه همه یک ساعت گذشته 10 شب بود که همینجا علاوه برآمد پگاش به اومدیم که اینجا کارنی سوخته شد دیگه. این بار سوم است که منزل فرهاد بابایف در نزاع مرزی خراب می شود. ماه اپریل سال گذشته هم خانه را آتش زده بودند. مقامات آن را برقرار کردند اما از آن آبادی ها نشانه نمانده است. خیر کردم چه چیز آور داده بودن همش همینجا بود همین رئیس ولایت. الان فقط میگم که یک دو خوابگی و یک مستش مونده است دیگه خالدین کایم و همه سرایتونه بچه‌ها کتاب دفتر همه سوخته برافته سکو. در حکومت شهر اسفره حاضر نشدند مسئله را شرح دهند. تنها یک مسئول این اداره در صحبت بدون میکروفون گفت ضرر رسیده را حساب کرده به حکومت ولایت پیشنهاد کردند. مقامات حجم ضرر را نزدیک 2 میلیون سومانی ارزیابی کرده اند. در نزاع 3 ماه پیش تنها منزل ساکنان آسیب ندیده است. اینجا بنگاه طبی دهه سامانیان جماعت چارکوه است. این خرابی ها آثار مناقشه شب 27 ینور امسال می باشد. به گفته ساکنان در آن شب به این بنگاه طبی نیز حمله صورت گرفته است. 20 متر دورتر از اینجا قسم مرزبان قرقیزستان جایگیر شده است. اما با گذشت قریب 3 ماه هنوز این خرابی ها برطرف کرده نشده است و در بنگاه طبی تا هنوز بسته است. ساکنان گفتند که از چنین وضع به چندین مقامات شکایت بردند اما تا حال مشکلشان حل نشده است. نبودن بنگاه طبی برای ساکنان دهه سامانیان مشکل‌های زیادی را به میان آورده است. اکنون مثال ما میدانید که سرحد زندگی میکنیم. حاضر چه حادثه میشد بعد 1 ساعت چه حادثه میشد ما معلوم نیست. به خاطر همین ما هر چقدر بر وقت‌تر شود هر چقدر باشه مثلا اینجا بچه‌ها زن‌ها هستند مثلا مرکز رفته آمدن که بعضی اون نقلیات شای بعضی اون نقلیاتش نیست. مشروط که وقتی معین که میبیاد بیماری وایش نیست صحبت معینش نیست یک بار بیمار میشد آدم انسان. به خاطر همین چیز ضروریه. هنوز معلوم نیست که منزل ساکنان و بنگاه طبی کی برقرار کرده می شوند. در میان ساکنان نزد مرزی این نظر هم هست که تا معین شدن وضع در مرز شاید منزل‌ها بازسازی نشوند چون ممکن است در مناقشه آینده باز نابود شوند. ساکنان ضرر دیده می‌پرسند تا معین شدن وضع مرز آنها در کجا زندگی کنند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی اسفره.